واتساپ و گوگل پلی رفع فیلتر شد. نه بابا عجیبه. شاید یه ده خوشحال شدن، ولی من چه واتساپ، چه تلگرام، چه اینستاگرام، چه یوتیوب، چه فیسبوک، چه کلا اینترنت رفع فیلتر شه خوشحال نمیشم، چون این حق منه. یه چیزی که تا دیروز داشتی رو ازت بگیرن دوباره بهت بدن، این که هدیه نیست بخوای تشکر کنی یا بابتش خوشحال شی. ولی از اون طرف دلار 80,000 تومان، سکه و طلا خدا تومان، البته فعلا خونه متری فلان، ماشینم که اونجوری، گوشت و مرغم که آرزو. اینجاست که یه ذره باید اندیشه کنی، یه جای کار میلنگه. حالا خدا بزرگه. و در آخر این صحنه زیبا، نثار چشمان زیبای شما، اون برج میلاد اونجا قایم شده. اینم که آلودگی اصلا محله ما دیگه شروع شده دیگه.